بادمجونا رو به صورت راه پوست بگیرید و به اندازه های دلخواه خرد کنید. توی تابه مقدار روغن بریزید، بادمجونا رو بهش اضافه کنید و اطرافش رو سرخ کنید. بعد از اینکه سرخ شد از توی تابه بردارید، یه دونه پیاز درشتو که خیلی ریز خرد کردید به همون تابه اضافه کنید و تفت بدید. این غذا ادویه خاصی نیاز نداره، فقط یکم زردچوبه بزنید، بعد هم یه دونه سیر رنده شده تفت بدید، گوشت چرخ کرده رو اضافه کنید. گوشت که تفت خورد، فلفل دلمه‌ای رو بهش اضافه کنید، چند دقیقه تفت بدید، یه مقدار نمک بزنید. حالا به ترتیب بادمجونایی رو که سرخ کردید روی گوشت بریزید، گوجه های خرد شده و یه قاشق رب که با مقداری آب و نمک رقیق شده. مخلوط کنید، روی حرارت ملایم اجازه بدید نیم ساعت بپزه و جا بیفته. نوش نگاهتون.